السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سلیمان علیه السلام. سلیمان پسری داوود علیه السلام. بعد از اینکه داوود علیه السلام وفات کرد، داوود علیه السلام را غسل دادند و کفنش کردند که آفتاب طلوع کرد، یعنی آفتاب برآمد. سلیمان علیه السلام به پرندگان گفت بر داوود سایگی کنید. پرنده ها چنان زیاد جمع شدند که همه اطراف سیاهی میکرد. حتی بر کسانی که برای جنازه آمده بودند، یک قسمت زیادی مردم جمع شده بود، بر آنها هم سایگی میکرد. از جهتی که پرنده ها از حد زیاد بودند، دیگر هوا دمگیر شد. مردم دیگر نفس کشیدن نتوانستند. بسیار گرم شد بر مردم. پس مردم گفتند ای پیامبر خدا، نفس کشیدن نمی شود. سلیمان علیه السلام به پرندگان امر کرد که با یک پر خود حرکت کنید، یعنی یک پر خود را حرکت بدهید. ابو هریره رضی الله عنه این حدیث را روایت میکند. میگوید وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث را، این قصه را به ما نقل میکرد، به ما نشان میداد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک دست خود را حرکت میداد که همین طور پرندگان پر میزدند. بعد از داوود علیه السلام حاکم و پیامبر سلیمان علیه السلام شد. یعنی سلیمان علیه السلام هم پادشاه بود و هم پیامبر، هر دو در یک پیغمبر، مثل پدرش داوود علیه السلام. داوود علیه السلام چند تا فرزند داشت، اما الله متعال سلیمان علیه السلام را از بین آنها پیغمبر اختیار کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ورث سلیمان داوود. و سلیمان وارث داوود شد. سلیمان علیه السلام مال و دنیا را وراثت نگرفت، یعنی برای مال دنیا پادشاه نشد یا اینکه حاکم نشد، بلکه سلیمان علیه السلام پیامبری را وراثت گرفت از پدرش. در اینجا مهم مردم را هدایت کردن به سوی راه درست. الله متعال به سلیمان علیه السلام معجزه های زیادی عطا کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ورث سلیمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، زبان پرندگان به ما آموختند و از هر چیزی به ما عطا شده، به ترتیب این فضل آشکاری پروردگار است. سلیمان علیه السلام بزرگترین حاکم و پیامبر بود. مثل سلیمان علیه السلام از آدم تا به خاتم پادشاه نمی شود. یعنی دیگر پادشاهی نمی شود که هم پیامبر باشد و هم پادشاه باشد و این قدر حکم بزرگ در دستش باشد که حتی جنها در تحت حکمش باشند. یکی از قوتهاش جن بود که در حکم سلیمان بودند و او را اطاعت میکردند و در تگ حکم سلیمان علیه السلام کار میکردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الشیاطین کل بناء و غواص. و نیز دیوان را برای سلیمان مسخر کردیم که بنا میکردند. یعنی بعضی جنها در ساختمان کار میکردند و بعضی دیگر تگ آب میرفتند، از تگ آب چیزهای قیمت بها می آوردند. هر سخنی را که سلیمان علیه السلام با آنها امر میکرد،
همان را اجرا میکردند. یعنی بعضی ها در ساختمان مشغول بودند و بعضی دیگر تگ آب می رفتند و از تگ آب چیزهای قیمت بها می آوردند. و آخرین مقرنین فی الاصفاد، و گروه دیگری از دیوان را که همه در زنجیرها بودند برایش مسخر کردیم. جنهایی که سلیمان علیه السلام را اطاعت نمی کردند آنها را در زنجیرها می بستند و آنها در کارهای بسیار سخت کار میکردند. یعنی آنها را در این دنیا سلیمان علیه السلام جزا میداد و اگر کسی اطاعت نمیکرد سلیمان علیه السلام آن را سخت جزا میداد. برای همین از سلیمان علیه السلام جنها میترسیدند. هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. این عطای ماست، پس به هر کسی میخواهی ببخش و یا نگه دار، حسابی بر تو نیست. یعنی هر چیزی را که سلیمان علیه السلام میخواست، هر امری را که سلیمان علیه السلام میکرد همان را جنها اطاعت میکردند و اجرا میکردند. و من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر. و از جنها کسانی را مسخر کردیم که به فرمان پروردگارش در پیش او کار میکردند، یعنی در پیش سلیمان علیه السلام کار میکردند و هر کسی از آنان که از فرمان ما سرپیچی میکردند آنها را در عذاب آتش میسوزان. الله متعال. یعنی وقتی که سرپیچی کردند آنها هم در دنیا عذاب گرفتند و هم در آخرت عذاب دردناکی برای آنها مهیا کرده شده بود. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. سلیمان هرچی میخواست جنها برایش میساختند. از قبیل معبدها میساختند، جای عبادت، و تمثال ها یعنی مجسمه ها میساختند که در زمانه سلیمان علیه السلام مجسمه ساختن این گناه نبود. و کام های غذایی میساختند، مثل دیگ ها، مثل حوض ها میساختند، دیگ های بسیار بزرگ میساختند و دیگر چیزهایی که انسان قوت و توانایی با آن نداشت، همان چیزها را، همان کارها را جنها اجرا میکردند. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. و با آنها گفتیم ای آل داوود، ای فرزندان داوود، سپاس این همه نعمتها را بجا آورید و اندکی از بندگان ما سپاسگزارند. سلیمان علیه السلام فقط به جنها امر میکرد و آنها اجرا میکردند، در خدمت سلیمان علیه السلام بودند. و از معجزات سلیمان علیه السلام شمال بود. فسخرنا له الریح تجری بامره رخاء حیث اصاب. پس ما باد را برای او مسخر کردیم تا با فرمانش به هر جایی که امر میکرد حرکت میکرد، یا اینکه میرفت چمون. یعنی در یگان کشتی یا اینکه در یگان چیزی میساختن میشش سلیمان علیه السلام و شمال را، باد را امر میکرد میبرداشت و به همون طرفی که سلیمان علیه السلام امر میکرد در یک وقت کوتاه سفر میکرد. مثل که الان ما در طیاره، اینکه در سمالیات سفر میکنیم، سلیمان علیه السلام از اون هم تیزتر حرکت میکرد که در اون زمان این یک چیزی غیر عادی بود. مردم ماها سفر میکردن ولی سلیمان علیه السلام در یک مدت کوتاه از یک جا بر دیگر جا منتقل میشد یا اینکه سفر میکرد.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عاملين. و شمال تند را مسخر و مطیع سلیمان کردیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت دادیم حرکت میکرد و ما بر هر چیزی آگاهیم. سلیمان علیه السلام وقتی میخواست با لشکرش به جای سفر کند شمال را عمل میکرد، یعنی یک لشکر بزرگ را از یک جا به دیگر جا با طریق شمال منتقل میکرد که به یک جایی که ماه‌ها سفر میکردن آن را در یک مدتی کوتاه با لشکرش طی میکرد. این قوت سلیمان علیه السلام بود که پادشاهی خود را به مردم نشان میداد که چطور الله متعال به او این قوت بزرگ را داده است. و سلیمان علیه السلام این قوت بزرگ را در اطاعت الله اجرا میکرد، یعنی به مردم ظلم نمیکرد و با این قوت و با این بزرگی که الله متعال به او عطا کرده بود کبر و غرور نمیکرد، بلکه مردم را دعوت میکرد، ظالمان را سرنگون میکرد و مظلومان را حق آنها را میداد. ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر. و از معجزات سلیمان این بود که ماه‌ها سفر میکرد، اگر در کار میشد ماه‌ها در سفر بود. چطوری که برای پدر سلیمان علیه السلام یعنی برای داوود علیه السلام آهن ملایم کرده شده بود و هر چی میخواست میساخت، برای سلیمان علیه السلام هم همین طور آهن ملایم کرده شده بود. و اصلنا له عین القطر، یعنی برای سلیمان علیه السلام آهن ملایم کرده شده بود، هر چیزی که میخواست از آن میساخت. مثل که ما بالای یگان چیز را بخواهیم میسازیم، همون طور سلیمان علیه السلام با آهن هر چی که میخواست میساخت. سلیمان علیه السلام اسب دوستدار بود، اسب‌های زیبا داشت. و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. و ما سلیمان را به داوود عطا کردیم، یعنی پسر داوود سلیمان شد که بنده شکرگزار و پرهیزگار بود. چون سلیمان علیه السلام عصرگاه ها اسبان تیز را یعنی تماشا میکرد، لذت میبرد از اون. وقتی کمی بیکار میشد اسب‌های زیبا که داشت همانها را تماشا میکرد و از این منظره زیبا لذت میبرد. در روایت میگویند که بیش از 20,000 اسب تیزرو داشت، یعنی اسب‌های با قوت و اسب‌هایی که تیز میرفتند از آن سلیمان علیه السلام بود. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. پس گفت من این اسبان را به خاطر فرمان پروردگارم دوست می‌دارم و پیوسته به آنها نگاه میکرد تا از دیدگانش پنهان میشدند. یعنی تا اینکه اسب‌ها از پیشش میرفتند همونجا ایستاد میشد و اسب‌های زیبا را نظر میکرد و آن اسب‌ها را برای فرمان پروردگار دوست میداشت، یعنی آن اسب‌ها را استفاده میبرد. گفت آن اسبان را نزد من بازگردانید، سپس به پای و گردنهای آنها دست میکشید و نوازش میکرد. یعنی بعضی اسبها را امر میکرد که بار دیگر به نزدم بیارید. اسبها را می آوردن، در گردنها و در
سری آن اسبها نوازش میکرد.